به لیستینگ جدید ما خوش اومدید. یه خونه خیلی خوشگل و زیبا امروز آوردیم توی بازار. آدرسش هستی جورج استریت در ریچموند هیل، تقاطع یانگ و کینگ. یه دیتچ بانگلو هستش که از 0 تا 100 بازسازی شده. آشپزخونهش رنویت شده، همه چیز نوع، کفا عوض شده، دیوارها برداشته شده، باتروم و دستشویی توالتش کاملا رنویت شده. یه آپارتمان، یه دستگاه آپارتمان 2 خوابه فینیش واکات بسیار زیبا، هم سطح با حیاط داریم پایین که جون بده برای ایر بی ام بی و درآمد، یا اگه فامیلی بزرگ هستین بتونین ازش استفاده کنین. جا مکانی خونه خیلی خوبه، جاش رو به رشد. این خونه وسط خونه‌های مالتی میلیونیر هستش و میریم از این خونه یه ویدیویی داشته باشین، هر سالی داشته باشین بهم زنگ. به 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 چه خونه زیبا و قشنگی، بسیار عالی. آشپزخونه اوپن کانسپت، همه چی نو. از این طرف برگردم یه بار دیگه که شما این پنجره، عجب پنجره بزرگ عالی داره به بیرون، یه نمای خیلی قشنگ داره میده. امروز هم داره برف داره میاد. این که در ورودیمون بود، جلومون کلازته و سمت راستمون هم پادروممون هست برای مین فلور. بسیار زیبا و قشنگ. خب از اینجا میریم طبقه بالا. یه اسکایلایت عالی داریم اینجا که یه نور فراوان داره به اون میده اینجا. خب اتاق خواب رو شروع میکنیم. اتاق خواب اول دبل کلازته، پنجره بزرگ و پرنور. اتاق دوم و اتاق سوم، همه اتاقا پنجره پرنور و بزرگ داره. از اینجا یه نمو از حیاط میگیرم که حیاط هم ببینید. بغلمون پارکه، یه پارک کوچیک هست با فضای عالی برای تابستون بچه ها بازی بکنن. از اینجا میریم برای بیسمنت. یه نمو هم از بالا براتون بگیرم. خب از این دری که بغلمون هست میریم برای بیسمنت. بیسمنتون بچه ها 2 تا در داریم، یه در سمت چپ داریم و یه در بزرگ فینیش واکات داریم که به سالن وصله. از اینجا شما سالن رو میبینید. این از اون زیرزمینایی هستش که هم سالنش بزرگه و هم حقیقتا باید بگم 3 تا در داره به بیرون. خب اینم از آشپزخونهش و از همین دری که به حیاط بس هست. اینجا یه حیاط زیبا و قشنگ که الان که داره برف میاد ولی تابستون بسیار سرسبز و قشنگ هست. خب از اینجا این همون دستشویی توالتش هم اینجا داره. ما این طبقه رو داریم با وانش. اینجا بریم برای اتاق خوابا. 3 تا پله میخوره بیاد پایین. این یه اتاق خوابمون هست بزرگ پرنور، کلازت هم واکین کلازت داریم. اتاق خوابم اینجا داریم. از اونجا هم که میره برای لاندری.